سلام رفقا، وقتتون بخیر باشه. بنده آکام هستم و اینجا تریدانتره. در قسمت‌های قبلی ما درباره نقدینگی صحبت کردیم و همچنین ایندیوسمنت رو به صورت کامل شرح دادیم و تونستیم تا حدی جهت قیمت رو شناسایی کنیم. اینکه وقتی که یه ناحیه رد بشه حرکت احتمالی بعدی قیمت به کدام سمت و سو خواهد بود حرف زدیم. حالا در این جلسه من میخوام در مورد اوردر بلاک ها با هم دیگه حرف بزنیم. این که اوردر بلاک ها رو از صفر اینو بگیم که کلاً چی هستن و چه کاربردی دارن و اینکه چطوری میتونیم از اونا استفاده کنیم. اگه یادتون باشه که در مورد نقدینگی حرف زدم، من اینو به این تشبیه کردم که در مسیر معامله گری ما حرکت قیمت مثل یک ماشین هستش و خود نقدینگی به صورت سوخت لازم هستش برای حرکت قیمت در طول این مسیر. حالا این سوخت کامل باید از یه جایی تأمین بشه واسه اینکه حرکت ادامه دار باشه و این هم چیزی نیستش به جز اوردر بلاک ها. اوردر بلاک ها میتونن سوخت لازم رو برای حرکت ما فراهم کنن و مسیر معامله گری ما خیلی هموارتر بشه، یعنی به عبارت دیگه مسیر قیمت دیگه. حالا اگه ما بخوایم در مورد دو نوع اصلی اوردر بلاک ها با هم دیگه صحبت کنیم، من کلا میخوام اوردر بلاک ها رو به دو دسته تقسیم کنم. درسته که انواع مختلفی دارن و خیلی زیادن با اسمهای خیلی عجق وجق و اینجور چیزا. حالا بنده قصد اینو ندارم که با این اسامی سردرگم بشید. بیایم که دو نوع اصلی شناسایی کنیم. حالا این دو نوع اصلی میتونن به چندین قسمت دیگه تقسیم بشن به انواع مختلف دیگه ای که ما با این کار نداریم. ما صرفا بتونیم نوع اصلی رو شناسایی کنیم دیگه واسه ما کافیه. این که ما بتونیم نقدینگی رو شناسایی کنیم و بعد از اونم اوردر بلاکی که بتونه جهت قیمت رو برای ما تغییر بده. حالا این دو نوع اصلی بر سطوح حمایت و مقاومت هستن، بر اساس اینا هستن. حالا بیان یه شماتیکی رو با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا ما اینجا این روند رو داریم. یه لحظه اینجاش رو اینجوری بکشم به نظرم بهتره. بله، اگه شما به اینجا دقت کنید، این نقطه، این یک ناحیه حمایت و مقاومت هستش برای که اینجا مقاومت میشه چون قیمت دیگه زیرش، اگه بالاش بود میشد حمایت. حالا همه چیز به اینجا بستگی داره. وقتی که ما میبینیم قیمت در اینجا در این ناحیه حمایتی ما ریجکت شده. ریجکت کلا در انگلیسی به معنی پس زدن، رد کردن، همچین چیزیه. یعنی اینکه قیمت به اینجا رسیده، قیمت پسش زده و به طرف جهت مخالف حرکت خودش حرکت کرده. خب یعنی اینجا قیمت پس زده شده و این واسه ما میشه ریجکشن بلاک. از همون کلمه ریجکت میاد، یعنی به نحوی دیگه قیمت اینجا رو پس زده. خب حالا این ریجکشن بلاک ما دیگه واکنش احتمالی که ما بهش خواهیم داشت اینطوریه که اینجا اینجوری رد میشه و دوباره خود اینجا که تو ناحیه حمایت و مقاومتی قرار داره این هم میشه یه ریجکشن بلاک دیگه. حالا اینو در ادامه روی چارت هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. حالا اگه این نواحی حمایت و مقاومتی نتونن قیمت رو پس بزنن چی میشه؟ یعنی اینکه مثلا فرض کنیم اینجا همچنان یک ناحیه حمایتی هستش، خب با این تفاوت که این اتفاق افتاده. کم اینجا رو بد کشیدیم. حالا بیام اینو به یه نحو دیگه ای بکشیم. اینجا حالا اینجا که
به ناحیه حمایت و مقاومت ما میرسی که در اینجا ناحیه حمایتی ما هستش، اینجا به این صورت با قدرت رو به بالا شکسته میشه. حالا چه اتفاقی واسه اینجا میفته؟ اینجا میشه بریکر بلاک، یعنی جایی که این بلاک ما یا این ناحیه ما شکسته شده. بریک به معنی شکسته شدن هستش و اینجا اون منشأ ارده بلاکی که مثلا اینجا بوده، خب مثلا ارده بلاکی فرض کنیم اینجا قرار داره، حالا میتونه با اینم هم پوشانی داشته باشه و قیمت خیلی با یه مومنتوم خیلی بالایی این رو رد کرده. حالا انتظار ما از قیمت چیه؟ این که بیاد پایین، به این بریکر بلاک بخوره و بعد دوباره ادامه مسیر صعودی خودش رو طی بکنه. حالا بیایم نمونه هایی از این رو داخل چارت با هم دیگه بررسی کنیم. حالا اگه بخوایم خیلی هم دیگه صفر بگیم، یه توضیحی هم در مورد اوردر بلاک بدم. شاید کسی که این ویدیو رو میبینه کلا ندونه که اوردر بلاک چیه. اوردر بلاک ها کلا جاهایی هستن که مثلا ناحیه مثل اینجا که بعد از اون قیمت پرتاب شده و یه مومنتوم بزرگی ایجاد شده و معمولا در سقف ها و کف ها هستن. در این مابین هم میتونن حضور داشته باشن. سقف ها و کف هایی که میگم مال لیگ اصلی نیستش ها. مثلا اینجا رو تصور کنید، اینجا سقف، کف، دوباره اینجا میتونه سقف باشه و اینجا هم کف. سقف ها و کف هایی که بنده بهش اشاره کردم مثلا اینه که در این محدوده و در این محدوده، مثلا واسه ارده بلاک های نزولی که مد نظرمون باشه. و کلن هم ارده بلاک ها اینجوری شکل میگیرن که رد پای از حرکت های اصلی معامله‌گران بزرگ یا همون معامله‌گران دارای پول هوشمند هستند، همون اسمارت مانی، مثل مؤسسات مالی، بانک ها، بیمه ها و از این قبیل معامله‌گران که وقتی که یه حرکت خیلی بزرگ و با مومنتوم بالایی رو ایجاد میکنن، این رد پا رو به صورت اوردر بلاک برای ما باقی میگذارن که این اوردر بلاک ها هم همه‌شون قابل اعتماد نیستن ها. باید یه سری اصول رو داشته باشن که مثلا یکی از این تاییدی ها میشه این که دارای نقدینگی و یا همچنین ایندیوسمنت باشن که در قسمت های بعدی در مورد اینکه کدوم اوردر بلاک ها معتبرتر هستن و میتونیم روی اونها حساب کنیم با هم دیگه حرف خواهیم زد. حالا اینجا بیایم که ما ریجکشن بلاک و بریکر بلاک رو با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا اگه بخوام نمونه ای از بریکر بلاک رو برای شما نشون بدم، الان چشمم بهش خورد، اینجا رو ببینید، اینجا یه اوردر بلاکی بوده، این تک کندل مشکی، اینجا یه اوردر بلاکی بوده که قیمت تونسته، و این رو به صورت شماتیک هم بکشیم، تونسته این رو رد کنه، خب، و بعداً بهش برگشته و واکنش رو داده و به این شکل رو به بالا تونسته حرکت کنه. حالا اگه بخوام یه نمونه ای هم از ریجکشن بلاک پیدا کنیم، باید یکم به گذشته چارت بریم، فعلا اینجا که چیزی نیست. حالا این یه بریکر بلاک دیگه که اینم بکشیم دوباره، اینجا رو فرض کنید قیمت با قدرت ردش کرده، دوباره برگشته و واکنش. حالا کلا ریجکشن بلاک نموند توی چارت. خب اینجا رو فرض کنید، اینجا یه ناحیه حمایتی مقاومتی بوده که وقتی که اینجا قیمت بهش رسیده تونسته قیمت رو ریجکت کنه و با مومنتوم بسیار بالا اون رو به سمت بالا پرتاب کنه. حالا ما اینجا میایم این شادو رو در نظر بگیریم و اینم بگم که کلن اوردر بلاک ها میتونن کندل هایی باشن که یا خودشون یک کندل کوچیک هستن، مثلا مثل اینجا، یا همچنین شادوی کندل های بزرگ رو میتونیم به عنوان اوردر بلاک روش حساب کنیم. حالا اینجا
این برخورد رو داشتیم و اینجا هم این حرکت رو به بالا، یا همچنین حتی خود اینجاها که دقیق درش رو بگم میشه این کندل اینجا. حالا دلایلش هم با هم دیگه حرف خواهیم زد. حالا اگه چندمین بار هستش که این ویدیو رو میبینید و در مورد تاییدیه های ارد بلاک یاد گرفتید، میدونید که اینجا یه نقدینگی وجود داره که این نقدینگی شده باعث اینکه این ارد بلاک برای ما تایید بشه و همچنین این ارد بلاک دارای FPG هستش که در جلسه بعدی در مورد اینکه FPG چیه و کاربردش برای ما چیه حرف خواهیم زد. و این ارد بلاک تایید بوده که اینجا این شادو بهش خورده و به سمت بالا حرکت کرده. خب حالا بیایم در مورد تعیین تایم فریم ارد بلاک ها با همدیگه حرف بزنیم. کلاً ببینید ارد بلاک باید به این صورت باشه که یک کندل صعودی، بعد اینجا یک کندل حالا نزولی و بعد از اون یک کندل نزولی دیگه. این برای حالت سل هستش و حالت لانگ هم برعکس، یعنی یک کندل نزولی و دوتا کندل صعودی بعدش. حالا این کندل وسط ما میشه اوردر بلاک ما و بیام یه اوردر بلاکی رو هم مثال بزنیم با هم دیگه. مثلا این لگ رو ببینید، اگه بخوایم از این لگ اوردر بلاکی رو با هم دیگه در بیاریم، اینجوری این سقف رو میکشیم. این چیزی که ما گفتیم اینجا رعایت نشده، همینطوری که میبینید یه تایم بالاتر میریم. 5 دقیقه بود میریم 15 دقیقه. 15 دقیقه هم میبینیم که همچین چیزی رعایت نشده. حالا اینجا میریم 30 دقیقه. میبینید که توی 30 دقیقه دقیقاً این رو داریم در سقف قیمت. یک کندل صعودی بزرگ، یک کندل نزولی و بعد از اون یک کندل نزولی دیگه. یعنی تایم این اوردر بلاک تایم 30 دقیقه هستش و همینطوری با گشتن توی تایم فریم مختلف میتونید که تایم اوردر بلاک رو به خوبی هرچه تمامتر پیدا کنید و فکر کنم واسه این جلسه کافی باشه. حالا در جلسات بعدی ما میایم که در مورد FPG ها حرف میزنیم و همچنین چه کاربردی توی تریت های ما خواهند داشت و همچنین در مورد تاییدیه های دیگر ارد بلاک ها حرف میزنیم و همینطور با هم دیگه یاد خواهیم گرفت که چطوری یه ارد بلاک رو بهینه کنیم. بهینه کردن هم به این صورت که همینطوری که الان شما میبینید این ارد بلاک یه ناحیه بسیار بزرگی هستش و اگه بخوایم این رو مثلا به صورت پیپ بگیم، این جفت ارز یورو USD هستش، 20 پیپ هستش. یعنی اگه شما بیاید اینجا اگه بخواید ورود کنید و استاپ لاس شما اینجا باشه، شما اینجا یه استاپ لاس 20 پی پی دارید. ولی اگه بیاین در تایم فریم پایین تر اینو بهینه کنیم، شاید که نقطه ورود ما مثلا به اینجاها تغییر پیدا کنه و یه استاپ خیلی کوچیکتر رو خواهیم داشت و وقتی که به نقطه ورود این تایم برسه ما مثلا یه تیپی 1/1.5 خوردیم، یه ریوارد 1/1.5. حالا در مورد این مسائل در ادامه با هم دیگه حرف خواهیم زد. این جلسه رو حتما اگه تونستید 1-2 بار دیگه ببینید که کاملا واسه شما جا بیفته. در جلسات بعدی هم حالا نکات مهمتری رو در رابطه با ارد بلاک ها و ترکیب اونها با نقدینگی و اندیوسمنت هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنل هم سابسکرایب کنید که این میشه یه دلگرمی بسیار بزرگی برای بنده و تیم بنده. امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.